نام محمد تا ابد در جان و دل ها ماندنیست، در جان و دل ها ماندنیست. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد. از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: هر کس که ظلم به برادرش نموده باشد، خواه به آبروی او لطمه زده و یا حق دیگری از او را پایمال کرده باشد، همین امروز در دنیا از او طلب بخشش نماید، قبل از اینکه روزی فرا رسد که در آن درهم و دینار وجود ندارد. یعنی پیش از آمدن روز قیامت که در آن درهم و دینار وجود ندارد و هیچ فایده رساندن نمیتواند، از او طلب بخشش نماید. زیرا در آن روز اگر عملهای نیکی داشته باشد، به اندازه ظلمی که نموده است از او گرفته می شود، و اگر عملهای نیکی نداشته باشد، گناهان مظلوم را به دوش او می گذارند. روایت بخاری. برادر و خواهر عزیز، این وصیت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم را به گوش عبرت بشنو و آن را شعار زندگی خود قرار بده، چون که هر یک سخن پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به نفع و فایده ما و شماست. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رحمت عالمیان است که هرگز ما را به کار حکم نمی کند که بر زیان و ضرر ما باشد. بعضی انسان‌هایی هستند که کاری کرده با زنان و دختران مردم شناس می شوند و با آنها کارهای خلاف عفت، یعنی کاری زنا و حرام انجام می دهند و بعد از آن برای رفیقانشان فخر کرده این کار حرام خود را تعریف می کنند و آبروی آنها را می ریزند. با فخر می گویند که من امشب با فلان دختر بودم و با او چنین و چنان کردم. العیاذ بالله. بعضی انسان‌هایی هستند که با راه فریب، دزدی، زورآوری و غیره مال مردم را از خود می‌کنند، بر آنها ظلم می‌کنند و حقوق آنها را پایمال می‌کنند. این گونه مردم حتی در خیالشان هم نمی‌گذرد که از این همه ظلم و ستم کرده اشان باید طلب بخشش کنند و حق مظلومان را بازگردانند و از آنها طلب بخشش نمایند. این گونه مردم فراموش نکنند که طبق این حدیث مذکور روزی فرا می رسد که به قدر ظلم و ستم کرده خود عملهای نیک خود را از دست می دهند و اگر عملی نیکی نداشته باشد، گناهان آن شخصانی را که به آنها ظلم کرده اند به دوش می گیرند. درهم و دینار در این دنیاست که به واسطه آن از جوابگری های جنایی خلاصی می یابی، اما آن روز قیامت است که درهم و دینار هیچ سودی ندارد و انسان گناهگار را از عذاب دردناک خداوند نجات دادن نمی تواند.